ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамкул. гуфтори 26. таърих гувоҳ аст ки ин сарзамин абармардонеро ба дунё оварда аст ки ҳар кадом дар замони хиш бо хират, заковат, дониш ва фазилат ба дараҷаи шӯҳрат пайдо карда буданд ки самараи умру хидмати беназир, мақому манзилаташон ҳамеша ва дар ҳама давру замон боиси ситоиш ва қадрдонӣ мебошад. ёд овардан ва муаррифӣ кардани шуҷоату далерӣ, фазлу дониш ва бузургиву тавонмандии онҳо далели эҳтироми мо ба таърих ва симоҳои таърихиву фарҳангии халқи азизамон аст. эмомалӣ раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. یکم، امام اعظم و هویت ملی. در تاریخ طولانی و پرغناوت تمدن خلق تاجیک و خصوص دوره اسلامی آن، شخصیت‌ها و نابغه‌های زیاد به ظهور آمده اند که در تشکل و تکامل فرهنگ، هویت و اصالت ملی نقشی بی‌نظیر باقی گذاشتند. از برکت زحمت و کارنامه پروسعت و بشردوستانه آنها، سرشت فطری و هویت تاریخی و فرهنگی ملت حفظ شد و برای انکشاف آینده آن زمینه مناسب به وجود آمد. هر قوم و خلق به ارزش‌های تاریخی خود همیشه نیازمندی زیاد دارد و این ارزش‌ها پیوسته و عاقلانه برای تربیه اخلاقی و معنوی نسل‌ها استفاده می‌گردند. با رایج گشتن اسلام برای خلق تاجیک، رهزنه به جهان دیگری گشاده شد. فرهنگ ملی با فرهنگ اسلامی آمیزش رنگین پیدا کرد. در نوبت خود ارزش‌های تاریخی خلق تاجیک فرهنگ اسلامی را باز هم غنی گردانیدند. در امر خیر ایجاد ارزش‌های ملی و تاریخی، فرزندان بزرگ خلق تاجیک امام اسماعیل بخاری، یعقوب و امر لیث صفاری، آل سامان و به خصوص نماینده این خاندان باننگ و ناموس اسماعیل سامانی نقشی برجسته و بیگزند دارند. در این سلسله زرین فرزند فرزانه خلق تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت نیز مقام خاصه را صاحب است. کارنامه این شخصیت بزرگ و نابغه اصیل در دنیای علم و معانی تا به هنوز اسرار زیادی ناکشوده دارد که پژوهش دامنه‌دار را تقاضا می نماید. تا امروز سر موضوع وطن اجدادی و نسب و کنیه او بحث و مناظره ها
ادامه دارند. اما تأکید این حقیقت به مورد است که اکثر مؤلفان پیشین و محققان معاصر اعتراف نمودند که امام اعظم بدون شک و شبهه اصلا تاجیک از سرزمین تمدن خیز خراسان بزرگ، صحیح تر گوییم از شرق این خطه بزرگ بوده است که در آنجا اجداد اصیل تاجیکان زندگی داشتند و فرهنگ پرباری جهان شمول را ایجاد نمودند. مهمتر از همه عصرهای 5-6 مرحله‌ای بود که روند انکشاف تمدن خلق تاجیک وسعت تازه گرفته بود. امام اعظم و اهل خاندانش از اشراف زادگان تاجیک محسوب می یافتند. طبق سندهای تاریخی این خانواده شریف و بانفوذ در خطه کابل تاریخی یا بامیان و مطابق بعض معلومات ها در مرو یا شمال باختر اقامت داشته است. بعد از آن که فتوحات اسلامی به سمت شرق خراسان توسعه یافت، در آغاز سالهای 60 قرن 7 کابل فتح گردید. بر اثر این بابای ابو حنیفه مرزبان سروری بانفوذ قوم اسیر گرفته شد، ولی او بعداً به شرافت دانش و خرد بزرگش سزاوار عنوان مولای قبیله عربی بنی تیم گردید. قابل ذکر است که این خاندان با وجود شرایط نهایت نامساعد و ناگوار روزگار خرد مادرزادی و ازلی را در ضمیر خویش محفوظ داشت. چنین برخورداری از معرفت تا به دوران ماندگار شد که فرزند مرزبان ثابت به کوفه نقل مکان کرد و در این شهر فارس تباران زیسته ثروتمند گردید. هم سرمایه علم برداشت و هم سرمایه مادی. در این شهر آریا تباران زیاد عمر به سر می بردند. همین بود که روز و روزگار این مردم به تقویت اصالت و هویت قومی و تاریخی خاندان ثابت نیز مساعدت نمود. باید تأکید کرد که سالهای 60-90 عصر 7 برای دین مبین اسلام دوره نهایت حساس بود. خلافت عرب به دولت بزرگترین دور تبدیل یافت که آن قلمرو وسیع مضافاتی و منطقه های پیشرفته سراسر جهان را فراگیر شده بود. اکنون بنابر تحولات اجتماعی ضرورت پیش آمده بود که پهلوهای زیاد روزگاری مردم به تنظیم آورده شوند. چنین رسالت را تنها دین مبین اسلام با مقررات شرعی خود در همان دور به انجام رسانده می توانست. بنابراین آن به آزمایش و امتحانی بزرگ مواجه گردید. در این مرحله کتاب آسمانی قرآن کریم و حدیث های نبوی دستوری بزرگ زندگی مسلمانان گردیدند، ولی گذشت روزگار مسائل زیاد و نو به نوی اجتماعی را در پیشاروی انسانها قرار میداد. یعنی نظام جامعه پیوسته اصلاحات و تکامل را تقاضا داشت. بی سبب نیست که مبارزه شدید دینی، معنوی و سیاسی اجتماعی جریان گرفته کلام، فلسفه و تصوف ظهور نمودند. محض در چنین دورانی سرنوشت ساز در روز اولی بهار نوروز عجم در خاندان ثابت فرزند یگانه و صالح به دنیا آمد که او را نعمان نامیدند. این طفل معصوم که از ابتدا
خشمنیش و دیده درا بود، هوشمند و آزاده به کمال می رسید. قرآن کریم را در ایام نورسی حفظ کرد. علوم دیگر را از استادان معروف و فاضل فرا گرفت. بعداً شغل اجدادی را پیش نمود. در 15 سالگی همراه قبلگاه خود به زیارت خانه خدا مشرف شد. در فاصله این فرصتی مناسب با یکی از صحابگان رسول اکرم ملاقات نمود و این صحبت مفید او را از زمره تابعین گردانید. آموزش فراگیر در نزد فقیه مشهور حماد ابن سلیمان او را به مرتبه رساند. به زودی در زندگیش گردش قطعی رخ داد و خود را به تمام به آموزش علوم اسلامی بخشید. میدان اصلی آموزش و تلاش‌های او کلام بود. این زمانی بود که بحث کلامی محوری تلاش‌های علمی و عقلانی علما محسوب می‌یافت. اهل علم و معرفت در محفل‌های خیش تحقیق کلام را موضوع اساسی بحث و مناظره قرار می‌دادند. ابو حنیفه در آنها شرکتی فعال و سخنی بکر و قاطع خود را داشت. همین بود که در مدت کوتاه مقامی بلندترین را کسب نمود. بخش عمده آثار او موضوعات کلامی را در بر می‌گیرد و اولتر از همه نیروی بزرگ تفکر کلامی او را افاده می کند. استادش حماد قبل از وفات خود سروری حوزه علمی کوفه را بر عهده ابو حنیفه واگذار می سازد. از این پس دوره کمالات ایجادی امام فرا می رسد. در آن ایام بیش از 700 نفر شاگرد داشت. امروز زمان فرا رسیده است که اندیشه ها و عقاید کلامی این متفکری بزرگ مورد آموزش و بررسی عمیق و همه‌جانبه قرار گیرند. این وظیفه شرفمندانه محققان امروزه و آینده است. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. ما میراث گذشته معنوی و شخصیت‌های برومند علمی، دینی، ادبی، سیاسی و اجتماعی خلق خود را باید خوب شناسیم و با استفاده از آثار غنی و با ارزش آنها جامعه امروزه را در روحیه احترام به گذشتگان تربیت کرده به این وسیله یک دولت آزاد، آباد، عاری از تعصب و اختلاف ایجاد نماییم. جهان معنوی جوانان خود را غنی سازیم، زیرا آینده کشور و دولت به شخصیت، دانش، جهانبینی و خودشناسی ملی آنها سخت وابسته می باشد. با اعتراف همگان میدان اصلی کارنامه بزرگ و تاریخی امام اعظم فقه یعنی علم شریعت بوده است. توجه و رجوع او به فقه امر قانونی بود. با فراگیری عمیق و کامل علوم اسلامی او واضحاً درک نمود که فقه طرز صحیح و درستی معین نمودن و تطبیق ساختن احکام قرآن و سنت رسول اکرم در حیات امت اسلامی می باشد که با انبوه عظیم و روزافزون مسائل، مشکلات و پیچیدگی های اجتماعی و عقیدتی فکری روبرو بود و به دستور صحیح
نیاز داشت. طبیعی است که منبع بنیادی و اساسی ترین نظام فقهی اسلام احکام قرآن بود که شریعت اسلامی را معین می سازد، ولی شناخت و درک صحیح این احکام جهد واقعی و پیوسته را تقاضا می نمود. امام ابو حنیفه این امر را بهتر و بیشتر از دیگر مجتهدان درک نمود و در این جاده تلاش و پیکاری خستگی ناپذیر داشت. او در این راستا از منابع زیاد استفاده نمود، از افراد آگاه آموخت، بارها به مرکزهای مهم علوم دینی سفر کرد و دستاوردهای آنها را مورد بهره برداری قرار داد. امام نمونه عبرت بخش شخصیت بزرگی صدقاً متدین، خداشناس و خدا ترس گردید. او با کمال مسئولیت و صدق کامل در اساس قرآن مجید، احادیث نبوی و سنت پیامبر اسلام رفتار و اجتهاد می کرد. حضرت امام اعظم خصلت‌های حمیده داشت. کم سخن بود، آزاده می گشت، تعریف و خودنمایی را دوست نمی داشت. نصیحتش این بود که سلطان دور را احترام گذارید و در پیشش دروغ نگویید. سخاوت پیشه باشید، از سخن حق استحاله نکنید، اگرچه در روبرویتان شاهنشاه ایستاده باشد. امام ابو حنیفه روش دقیق و احتیاطکارانه را در مورد سنت به صفت مصدر دوم فقه اسلامی همچون قانون زندگی مسلمانان انتخاب نمود. این امر قبل از همه بیانگری صدق قلبی او به سنت بود. همزمان باید در نظر داشت که آن ایام هنوز علم حدیث پره تشکل نیافته و حدیث‌های صحیح تدوین نگردیده بودند. علاوةً در شرایط شدت روزافزون مبارزه سیاسی و مخالفت‌های دینی امکان عملی تغییر و تعبیر ناصحیح و تحریف حدیث‌ها موجود بود. طوری معلوم است اجماع همچون حکم براری دست جمعی مجتهدان سرچشمه سیوم فقه اسلامی دانسته می شود. اما روند اعتباری مستقل و شرعی کسب کردن آن خیلی پیچیده بود و این پدیده در شرایط برخوردهای شدید فکری جریان داشت. در این راستا مسئله های زیاد، قبل از همه معیاری واضح حق اجتهاد، صفتهای مجتهد، حد رأی، تهیه و تصویب اجماع موضوع بحث‌های طولانی بودند. در نوبت خود اجماع در شکلگیری و رشد فقه اسلامی همچون نظام فراگیر و مؤثر حقوقی نقشی با ارزش و تاریخی داشت. اجماع بر رشد اندیشه اسلامی مساعدت نموده، روحیه ایجاد و خلاقیت را تقویت بخشید، بنیاد علمی و عقلانی نظام فقه اسلامی را نیرومند ساخت، سازندگی، پیشرفت و رشد را به سمت‌های مهمی زندگی اجتماعی مسلمانان تبدیل داد. از این جهت خدمت ابو حنیفه در مورد آنکه به اجماع از حیث اعتبار همچون سرچشمه قانونگذاری اسلامی مقام مستقل داده است خیلی بزرگ می باشد. برای ما معلوم است که تمدن اسلامی در عصرهای 9 و
رشد و نمو یافته، جامعه اسلامی به جامعه پیشرفته جهانی تبدیل گردید. در همین رویه اجماع مورد استفاده وسیع قرار گرفته بود و درهای اجتهاد باز بودند. بخش فعال و نیرومند جامعه ارزش‌های بزرگ پیشینه و زمانه را از بر کرده در تلاش تأمین مقام پیشاهنگ خود بود، ولی این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که اجماع با مشکلات معین عینی و ذهنی روبرو بود. اولا، بنابر حساسیت مسئله های دینی دستیابی به اجماع امر نهایت مشکل بود، به خصوص در دورانی که صحابه و تابعین فعال و اعتبار دینی و اجتماعی آنان واضح و مسلم بود. دوم، دایره مسائل و موضوعات اجماع نسبتاً محدود بود. سوم، تطبیق و عملکرد اجماع برای امت اسلامی بنابر گسترش قلمرو اندیشه و شدت روزافزون اختلاف و ضدیت‌های عقیدتی، فکری و اجتماعی یکسان و عمومی نبود. چهارم، تشکل اجماع به صفت یکی از سرچشمه‌های مهمترین فقه اسلامی در شرایط پیدایش و شکلگیری رویه‌های مفکوروی، کلام و فلسفه و ساحه‌های مهم علوم سنتی به شمول تاریخ، جغرافیا، نجوم، ریاضیات، طب و غیره جریان می گرفت. این امر البته به مضمون، چهارچوبه موضوعات و خصوصیت‌های اجماع تأثیری عمیق داشت. پنجم، اجماع افاده واضح ضرورت تاریخی و حیاتی پاسخ گفتن به تحولات و تغییرات و پدیده‌های نوین اجتماعی بود که آنها مضمونی پیچیده و ناروشن داشتند و این امر تعبیر و تفسیر عینی آنها را مشکل می ساخت. با درک عامل‌های ذکر شده و تقاضای روزافزون جامعه، امام ابو حنیفه بیش از پیش به استفاده سرچشمه دیگری فقه اسلامی، قیاس، دست زد. در همین زمینه قیاس به میدان فراختر و وسیع‌تری استفاده دلایل منطقی و عقلانی تبدیل یافت. از همان دوره این جانب از 4 حصه دانش‌های مربوط به فقه که از قرآن و سنت گرفته شده اند به امام اعظم دخل دارند. طور انتظار می رفت قیاس مورد بحث و حتی اختلاف و ضدیت گروه‌های دارای نظری خاص و شناخت داگماتیکی گردید که در حل و فصل مسائل فقهی آنها اصلاً جانبدار استفاده تقلید ظاهری احکام قرآن و حدیث ها بودند. قیاس با احکام و نکات پیوند طبیعی و منطقی داشت. مسائلی که در حل و فصل آنها قیاس مورد استفاده قرار می گرفت ذاتاً دارای خصلت و مضمون مشترک، مشابه و گذشته از این به عملیه اجتماعی نهایت نزدیک بودند. به خصوص تأکید می باید نمود که سرچشمه بنیادی و اصلی قیاس احکام قرآن و حدیث های رسول اکرم است. قیاس پیوندی ذاتی و اصولی آنان را حفظ نموده، همزمان تابش ها و مرکبات ساختار اجتماعی بشر را بیشتر و بهتر مد نظر می گرفت و در تنظیم پهلوها و بخش‌های پیچیده آن نقش مؤثر کسب می نمود. عمیق رفت روزافزون قیاس در فقه اسلامی تدریجاً به آن مساعدت کرد که نظام تشکل یابنده فقه خصلت نسبتاً وسیع‌تر را کسب نماید. به شرافت آن
تمدن اسلامی نیروی عظیمی گرفته آثار و ارزش‌های بزرگ بشری را از بر نمود. امام ابو حنیفه با نبوغ و ذکاوت فطری خویش به درستی دریافت که عرف و عادت و عنعنه‌های مردمی می توانند سرچشمه مؤثری تنظیم زندگی و عموماً اجتماعیات آدمان گردند. این ارزش‌ها حاصل تجربه طولانی بوده. در مسیر تاریخ با ذکاوت و خرد انسان و تحمل پذیری اجتماعی تکمیل یافتند. طبیعی است که مضمون تاریخی، اجتماعی و معنوی آنها مرکب و بعضاً ضدیتناک است. این اصل مضمون واقعی و واضح انسانگرایی دارد. آنها در مفکوره تاریخی و جهانشناسی اجتماعی ملت و خلقیت ها مقامی با ارزش را صاحب می باشد. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. این واقعیت مهم بود که معیار و ارزش‌های آنها اکثراً با اصول و ارزش‌های دین‌های بزرگ جهانی قبل از همه دین مبین اسلام مطابق کرده می‌شدند. با درک و شناخت واضح این امر، امام اعظم کاربرد و استفاده وسیع این نهادهای مؤثر اجتماعی را صلاح و مطلوب می‌دانست. قابل ذکر خاص است که این امر عامل نهایت مهمی تشکل و گسترش مذهب حنفی و به یک مذهب بزرگترین دین اسلام تبدیل یافتن آن گردید. کاربرد وسیع اصول، شیوه ها و نهادهای مذهب امام اعظم در چهارچوب مکتب فقهی او نقش مؤثر و طولانی داشت. تشکل چنین مکتب از خدمت‌های تاریخی امام اعظم است. شاگردان و نمایندگان معروف آن قبل از همه امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی در گردآوری و شکل‌دهی نظام عقیدتی و فقهی او نقش بزرگ داشتند. به شرافت خدمت آنها این نظام حفظ شد، پابرجا ماند و تکمیل یافت. همزمان نقش آنها در رشد اساسهای فقهی و به خصوص تطبیق عملی اصول و نهادهای آن در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، تاریخی و معنوی ناستردنی است. تشکل و تحول تاریخی مذهب حنفی به ضرورت تنظیم بهتر و وسیع‌تر امور اجتماعی وابسته بود. این نیاز تاریخی تدوین حدیث‌های صحیح را امر واقعی نمود که نتیجه مطلوب آن سلسله کتاب‌های جامع حدیث‌های صحیح بود. نمونه برجسته آنها جامع از صحیح فرزند بزرگ خلق تاجیک امام اسماعیل بخاری می باشد. این واقعیت را نباید فراموش ساختی. اکثر مرتبان و تدوینگران مجموعه های معتبر و اعتراف شده حدیث های صحیح نمایندگان خلق تاجیک بودند. تدوین این مجموعه ها بنیاد دینی حقوقی فقه اسلامی و به خصوص مذهب فقهی حنفی را به طور جدی تقویت بخشید. شما گفتار 26 را از روی کتاب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.